سلام و درود به دوستای عزیز. این اولین ویدیویی که به فارسی بزنم در یوتیوب. شما این ویدیو رو درخواست کردیم و به خاطر شما ما امروز آمدیم با فازی اینجا هستیم. سلام فازی جان. سلام علیکم دوستای عزیز. چی حال داری بعد از 3-4 سال دوباره به صفحه مجازی؟ من خیلی خوشحالم که تو رو میبینم بچه. استاد جان جگر خوب هستی؟ دیار خوشحال سلامت باشی. سلام. امیر جانم که یکی از چی بگم؟ چی نبودم فقط پشت صحنه بودم. پشت صحنه. امیر جان یکی از دوستایی که واقعا ما رو همیشه حمایت کرده، همیشه پیش ما بوده و هی دوست عزیز گل ما. دیار خوشحال الله بخیر. ما رو هم که میشناسم که کارگردان فیلمای ما. دوستا ویدیو رو نمایم زیاد دراز شه و لانگ بشه، به قول آلمانی میگه به خاطر میریم سر اصل مطلب. من اولین چیزی که به شما بگم، من خود باورم نمیشه بعد از 3 سال 4 سال چقدر شد ما ویدیو نزدیم با هم؟ 5 سال شد نه؟ 5 بچه ما 5 سال از 2022 میشه. نه منظور من 2022 al 2025 میشه 5 سال. 3 سال. الان میگین 2022 اما 3 سال 3.5-4 سال هسته که ما کلا ویدیو نزدیم و موقعی که ما ویدیو نزدیم فازی اصلا نیست، ویدیو نزده، اصلا اکانتش نیست. حالا صحبت میکنیم راجبش. من خودم باورم نمیشه بعد از 3 سال 4 سال دوباره همینجا بشیدیم و همون گروهی که قبلا بودیم ویدیو جور میکردیم ما نشستیم و داریم یک ویدیو جور میکنیم. خب و سوال اینه که خیلی نوشته بودن در کامنت های من به خاطر که من اکانتم داشتم پست میکردم بعضی موقع نه، ما از سال 2019 که بودیم ویدیو جور میکردیم در ویدیوهای خود زیاد صحبت نمیکردیم به خاطر که مثلا مردم نمیفهمیدن ما افغان هستیم، از کجا هستیم و خیلی از همشهری‌ها که میفهمن ما افغان هستیم. و چیزی که هست دوستا خیلی کامنت گذاشتن که فازی مارکور کجا است، کجا هست، چرا ویدیو پست نمیکنه. این را از زبان خودش میشنویم. خب فازی جان همین 3 سال 3.5-4 سال ویدیو اصلا جور نمیکنی، خب چی احساسی داری؟ احساسم خیلی خوبه. خب دوستا خیلی به قول خود ما ایرادیات رو یاد کردن، دلشان تنگ شده برات و تشکر از این که بازم قبول کردی که بیای به خاطر هموطنا، به خاطر ما همین یوتیوب همدیگه رو بگیریم. دلیلش چی بود که 2 سال یا 3 سال 4 سال اصلا در تیک تاک نبودی، تیک تاک پاک کردی یا کلا ما ویدیو جور نکردیم؟ دلیل من این بود که در اصل من با تیک تاک به خاطر خانواده خو کلا یعنی اومدم بیرون پاک کردم، چون پیر ما گفت کلون شدی دیگه، حالا دیگه نکو از این کارا. یعنی آدم کلان بشه سنش بالا برسه تیک تاک نباید استفاده کنه. تیک تاک استفاده کنه. خب ویدیوهایی که ما میزدیم برای دیگه یک ویدیوهای جالبی نبود از نظر من. حالا بچه‌ها کاری ندارم، ویدیوهای من خودم هم فکر نکنم دیگه از رابطه ویدیو بگیرم، ولی او ویدیوهایی که ما میزدیم به خدا قبل از اینکه تیک تاک بیای من موزیکالی داشتم. تیک تاک خیلی به نام می اسلام موشن ویدیو میشناختن که ویدیو رو جور میکردیم. واقعا وقتی بود که به نظر خودم بهترین وقت بود برای خودم، برای خیلی از دوستا که واقعا حمایت کردن بودن. ویدیوی واقعا قشنگی بود. کار ندارم اگه شاید من دیگه ویدیو نزنم به خودت، ولی وقت خیلی خوبی بود به نظر. ویدیوی قشنگی بود، خیلی قشنگ بود، خود ما خوش میومد. خب سوال بعدی اینه که یعنی آلک دلیل این 2 سال که هست که در صفحه مجازی نیستی به خاطر فامیل است؟ بله. خب چیکار میکردی به 3 سال 4 سال؟ کجا بودی؟ گم و گور بودی؟ به شما چی رابطه داره؟ این کال اگه هست مثل بران خودم راحته ولی بدون شیخی. نه خب کار میکردیم، مشغول روزگاری. دوستا خب مشغول روزگار نوع بیزنس. خب نوع بیزنس میکرد. دوستا همونطور که دیده بودین ویدیوهای ما نه تنها این ویدیوهای اسلام موشن بود و ویدیوهای دیگه که ما میزدیم، ما پارکور تمرین میکردیم ما دوتا و خیلی بچهای دیگه بودن با خود ما. من همیشه برش زنگ زدم، پیام دادم، گفتم بیا دوباره ویدیو رو شروع کنیم. خب باشه او ویدیو خوب نیست دمی اسلام موشن، بریم یک ویدیوهای دیگه مثلا پارکور. خیلی دوست دارن هموطنان ما دوست دارن پارکور یاد بگیرن ولی زبان فارسی کسی نیست که او را یاد بده، یا همی ارفاقونگ ما یعنی تجربه ما در صفحه مجازی که واقعا میتونه برای شما هموطنا فالوور جمع کنه و ای که شما بتونید در این 30 سال مدین کسب و کار خود بچلانین. ما میتونیم میره نشان بدیم. من گفتم بیا او نشد یک ویدیو دیگه بزنیم، به خاطر امی امروز آمادیم. نظر چی از چی میگی؟ میایی در صفحه مجازی برمیگردی یا نه؟ به نظر من مشکلی نداره. اگه با تو مثلا ماستا باشیم دوباره میتونیم ویدیوهای ورزشی همی که بیرون میره یک چند تا
همون تو ویدیوهای خطرناک بزنه. ویدیوهای خطرناک. ویدیوهای خطرناک. خب دوستا به نظر من هم که هست، من مشکلی ندارم باش. اصلا با ویدیویی که بزنیم میتونیم واقعا دوباره ویدیو بزنیم، اکتیو باشیم و این شما نیم که میتونین به داکومنت بنویسین و حمایت خود نشان بدین که دوست دارین واقعا ما دوباره ویدیو جور کنیم. و تنها چیزی که هست که مرا ناامید میکنه واقعا، شاید گپ این دوستای من باشه، اینه که در صفحه مجازی ما به زبان دری، به زبان افغان یعنی خود ما صحبت نمیکنیم، به خاطری که دوستای ما دور از جماعت خیلی خوب داریم و خیلی واقعا توین میکنن. واقعا من خودم همین چند شب در لایو بودم، واقعا آمادم دور از آدم واقعا خدا آدم بیزار میشه از ویدیو زدن. به خاطر زیادتر دلیلش هم همین بوده که ما کلا دیگه ویدیو حقیقتش نزدیم داخل تیک تاک. خودم هم دیدی که چقدر با هم تیک تاک زدیم دیگه نرفتیم دنباله. به خاطر همین که به کوچکترین چیز اینقدر کلون میکنم، کش میکنم، آدم بیزار از همه چیز میشه، میگه بابا دیگه دنبال از چیز خانواده داره، فامیل داره، خب دوست نداره بهش توهین بشه. اینا یک مردم افغانی ما فقط تا چیزی که میشه میرن رو خانواده، واقعا کار خوبه نیسته. بچا واقعا همین یک چیزی بود که من خودم هم اکانت داشتم ولی پست نمیکردم به خاطر اینکه واقعا هر سری که به تیک تاک میمادم، من آدم که در تیک تاک هستم، در صفحه مجازی یا دوستای ما، اینا یک شخصیت دیگه دارن، در خودش، در فامیلشان، در چیز دیگه شان، به هیچ کسی بی‌احترامی نکردن نمیکنن و این یک نفر میاد یک کسی بی‌احترامی میکنه، اون نمیفهمم دور از من شخصیت فامیلی نداره. ما افغانستان حال دیگه داره کم کم پیشرفت میکنه. سال 2025 دوستای عزیز، تمام گفتنی من اینه که در صفحه مجازی که هستین، ما واقعا ما رو میتونین خوشحالتر کنین یا حمایت کنین که میایم در صفحه مجازی. دوستا دو نزنین. یک چیزی هست ویدیو میزنه، ای به قول خودش یک ویدیو اکشن میخوای بزنی، این ویدیو اکشن به نظری شاید خوب باشه، میخواد ویدیو اکشن خود بزنه، دور جمعیت کس رو توی نکده. دوست دارین حمایت کنین، دوست ندارین بزنین صفحه بعد یا چیزهای دیگه. من خیلی رو دیدم 1000 تا اکانت هست، یعنی پیچای هست، میای پرچم افغانستان بالا میکنه، پرچم افغانستان میره بالا ولی خود شما افغان خود حمایت نمیکنین. نظر خودت چی است؟ چی؟ درباره شفتالستان. همین که مردم دو میزنن. دو زدن کار خوب نیه، ولی اگه آدم یک مرد باشه میتونه رو به روی دو میده، اونجا خود معلومه داخل اینترنت فایده نداره. دوستای عزیز، من خودم چینیم، ولی همین که شما دو میدیم، همین فکر کنیم که مثال تو وقت اسم همی میبوری، همون فردا روز ویدیو شما خواهرت میبینه، مادرت میبینه، فامیلت میبینه. به چه روی مثال تو میای میگی نمیدونم کجاییم به کجایت یا چیم به چی. به خاطر از این دو زدن فایده ای نداره. اگه دو هم میدیم بریم هم دو تا رو به رو دو دیم هم دیگه رو بخورن تا تمام شد دیگه، معلوم شد کی به کیه. دقیقاً حرفت واقعا درست است، گپ درست است. و چیزی است که ما که هستیم جوانای افغان هستیم، درست در افغانستان نیستیم ولی همین جوانای افغانستان آل نسل آل میسازن. اگه من خود بسازم، فردا روز میتونم کسی دیگه بچه خود یا نسل خود درست کنم. ولی یکی که بیای خدا نکرده دو دشنام بزنه، فردا روز او خواهرش همو رو میبینه، برارش میبینه، بچهش میبینه، این چی نسل چی میخواید به نسل دیگه بدی؟ اگه مثلا آزار به کسی، یعنی چیزی است که حالا آزار نماید به کسی برسه، خب یعنی خوبی به کسی نمیکنی، واقعا سعی کنین همین افغانای خود حمایت کنین. به نظرم تنها دلیلی این بوده که من میتونم خودم هم لحاظ فازی یعنی نظرش بگم که یکی از دلیلا فامیلی بوده. درست است، چیزی است که واقعا اگه فامیل بخواد، به خاطر فامیل آدم همه کار میکنه. دلیلای دیگه هم داره، خب مشکلات زیاد زندگی دیگه. بله. ولی شخصا به خاطر فامیل ما کلا اومدم از اینترنت بیرون. با اینکه میتونستم خیلی پول در بیارم، خیلی کارا بکنم، ولی دیگه این چیز شخصی خود منه و چیزایی هست که خودم نمیتونم گوشی بگم، یعنی دیگه همین دلیلش بود. خدا یاره. ولی نگاه کن، باز دلیلش فامیل هم کلا به افغانستان حسابشو بکن. یعنی ما چقدر احترام داریم، در حالی که اونا تیک تاک دارن، می پایین دارن، میگیم شاید یک موقعی از یک همسایه پایین بالا همین ویدیوها رو ببینم، یعنی فامیل ما کم نه دیگه. حسابشو بکن آدمایی که اینجای فامیلش هم هستن پایین و بالا، ایبر 24 ساعت دو پایین و بالا، یعنی دیگه حسابشو بکن ما چقدر به فامیل خو احترام داریم که حتی به این کشور کلا نی ما هیچ کس نداریم اینجا، خودمانیم دیگه. چقدر باید آدم به فامیل خو احترام داشته باشه. به نظر من جای افتخاره که ما
یادت هست که 2019 اینا 2018 که ما تیک تاک میزدیم بله زیبلین کسی تیک تاکر زن نبود کلا بله. وقتی که ما تیک تاک میزدیم درست دیگه به خاطر فامیل ما دنبال چیزا رو کلا گذاشتیم کنار دیگه حال متاسفانه داخل تیک تاک دیگه حال میبینی که چی رقمه دیگه بیری شو داخل تیک تاک غیر از نجات پرستی دو دیگه اصلا دیگه چیزی نیه حسابشو بکن طرف خود 3 میلیون 400 هزار فالوور کلا تیک تاک بخی پاک کرده دیگه چیزا باعث میشه که آدمی که یک ذره غیرت به سر باشه چیزا رو از فضای مجازی بره بیرون دقیقاً گپ واقعا 100% درسته من میتونم تایید کنم و یکی که همین به خاطر فامیل آدم همه کار میکنه و یک دلیل بزرگ دیگه داره که واقعا این سالایی که خیلی از دوستا پرسیدن کجای فازی مارکور یا ویدیو جور نکردیم می بود که واقعا همین تو اینی که هموطنا با هم دیگه میکنن در صفحات مجازی در کامنت ها این کارا خوب نیست دوستا دیگه دنیا به سمت پیشرفت است شما چی میخواین به نسل خودتان بدین اگر حمایت نمیکنین دو دشنام ندین بعد از به خدا تمام دنیا ما را به بدترین کشور میدانه بیاین دست هم دیگه رو بگیرین حمایت کنین هم دیگه رو و پشت هم دیگه باشین من فکر کنم سوال خیلی از دوستا جواب داده شد که برای چی فازی مارکور نیست یا برای چی ما ویدیو جور نکردیم و یا خودم اکتیو نبودم دیگه اگه میخواین ای بعد که ما اکتیو باشین نظرهای خود بدین کامنت بنویسین چی ویدیو دوست دارین ببینین ان شاء الله ببینیم چی میشه اگه حمایت شما باشه در کامنت بنویسین و ای که به زودی شاید ویدیو زیادتر بیایه امیدوارم در کامنت ها در چت ها در لایوایی که میایم حمایت باشه نه که شکایت و دو دشنام باشه خب من دوست دارم مال زیاد گپ نزنم و ای که ویدیو را زیاد بلند میشه ویدیو زیاد میشه من نظر تمام دوستایی که اینجا شیشتن بپرسم و اگه نظر چیز دارن گپ دارن بزنن و ای که ببینیم چی میشه میتونیم در ویدیو بعد باز راجع به خیلی چیزا مختصرتر و بیشتر صحبت کنیم خب آخرین گپ شما به دوستا به همسینا زنده و سلامت باشین دوستای عزیز و یک چیز در آخر من برای شما بگم من به خاطر از این ویدیو ول نکردم که کسی خدای نکرده مرا دو داده باشه یا مثلا چیزی گفته باشه نه من به می مدتی که ویدیو زدم هیچ کس برای من چیزی نگفته یا دوی نداده چیز دیگه تنها مشکل فامیلی من نبود که من مثلا ویدیو رو ول کرده باشم مشکل ای بود که من خود من اخلاق دوستای عزیزی که داخل ویدیو من چی مدل ویدیو میزدم یا چی رقم چی کارایی میکردم تا اخلاق شخصی که خود من دارم یعنی از نزدیک مر شما ببینیم کلا یک آدم دیگه هستم و قبل از اینم که من مثلا ویدیو رو ول کنم هیچ کسی به اون مدتی که من ویدیو زدم هیچ کسی نتونسته چیزی بگه و چیزی هم نگفته و منم به کسی چیزی نگفتم و خود من آخر متوجهم به خاطر از این مثال دیگه ویدیو نزدم که گفتم قبل از این که یک اتفاق بد یا برای من یا برای دیگه کس بیفته همین بهتر است از این چیزا بکشم بیرون با اینکه فامیلم راضی نبود گفتم کلا میام بیرون بله دیگه سوال نده لالا نه جیگر برو دیگه خدا یاره امیر جان دوست دارین شما چیزی بگین آخر حرفی که به دوستا عزیز دارین والا شرمنده که پشتم به پشت شما نه نه من حرف ندارم خوشحالم که من همیشه پشت صحنه بودم جلو صحنه نبودم ولی خب آره دیگه انشالله که دیگه شما دوباره شروع کنین ویدیوهایتون ما هم خوشحال میشیم تشکر که هستیم امیر جان بالاخره شما جز از کارگردانا پشت صحنه بودین یکی از شخص‌های مهم در صفحه‌های مجازی که خیلی متوجه نشدن صورت شما ندیدن گپ آخر شما به همتون عزیز چیه تشکر آره دیگه ما اونجا بودیم اونتشتیتن میکردیم یه خورده ولی خب خوشحال میشم دوباره شما با هم دیگه ویدیو بزنین ما هم اینجا با شما باشیم خوش میگذره پشت صحنه ایور اونور خلاصه با دوستا ولی امیر که بود واقعا در پشت صحنه همیشه بود خیلی دوستان ما ندیدن ولی خب اگه عیبه بعد ما ویدیوهای ورزشی بزنیم شاید امیر 100% پیش ما باشه باز ویدیوهاش میبینین خب جیگر جان سوال چیزی همدیگه رو بپذیریم لالا همدیگه رو بپذیریم پشت سر همدیگه بعد نگیم شاید حال این ویدیویی که ما درست میکنیم زیاد به نظر خیلی آدما جالب نباشه ولی یک چیز بعدی هم داخل نیه فهمیدی نی از کسی بد میگیم نی پایین میگیم نی بالا میگیم همون ویدیوهایی هم که میزدیم اون موقع هم چیز بعدی نبود به کسی نی تایمین بود نی پایین نی بالا ولی خواهشاً همدیگه رو بپذیریم از یعنی همدیگه رو حمایت کنیم به خدا بهترین چیزه مردم رو نگاه که همدیگه رو حمایت میکنن ما غیر از اینکه پشت سر از اینکه بعد بگیم پایین بگیم بالا بالاخره همدیگه رو پذیری کنیم خلاص دیگه ما چی بگیم از این بهتر به نظر من دیگه چیزی وجود نداره نه همدیگه رو بپذیریم خلاص
بله بدون حرف واقعا این که همدیگه رو قضاوت نکنیم، به احترام به همدیگه بذارین، خیلی چیز بزرگ است که خیلی نمیتونن متاسفانه. خب فازی جان گپ به چیز دیگه. صحیح و سلامت باشین دوستای عزیز، انشالله که همدیگه رو میبینیم دوباره. و ما احتمالش هست که دوباره ویدیوهای ورزشی بزنیم و دوستایی که از برلین میایم، کسایی که علاقه به ورزش دارن، مثلا پارکور، بوکس، نمیفهم فیتنس، دوست دارم با یک گروه ورزشی باشن، میتونم به اینستاگرام یا از خودم هم بازی شاید زیر ویدیو تگ کنه بنویسین. ما خیلی خوشحال میشه مثلا بیایم با هم دیگه بریم. خود ما مثلا گروه داریم میریم ورزش میکنیم، حالا هر ورزشی که فرق نمیکنه، به خاطر صحت سلامت. ورزش یک چیز خوبه، از خیلی چیزا مثلا شما را دور میکنه. خلاصه اگه خواستین کسی بود داخل برلین هیچ مشکل نیست، بنویسیم. ما جای رم داریم، مکانش هم هست، میتونیم بیایم ورزش کنیم موقعی که مثلا وقت داشته باشین. حالا آخر هفته وسط هفته فرقی نمیکنه دیگه. خوشحال میشین دوستای عزیز، صحیح و سلامت باشین. تشکر از وقتتان، تک تکتان که تا اینجا نگاه کردین ویدیو را. امیدوارم که خوشتان آمده باشه و برای ویدیوهای بیشتر حمایت کنین، حمایت خودت در کامنت نشان بدین. اگر فالو نکردین ما رو فالو کنین و ای که دوستا منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. تشکر از یک تکتان، مواظب خودتان باشین. تشکر از شما که وقت گذاشتین. خداحافظ، میبینیم دیگه. و تات ایکس مو جیگر دیگه خوشحال شدم. این یک ساعت هم که وقت من گرفتی باید یک چند هزار بدی.